سوره جمعه یعنی جمعه در مدینه نازل شد 11 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. الله را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و هرچی سوره جمعه یعنی جمعه در مدینه نازل شد 11 آیت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. الله را تسبیح گویند هرچی در آسمان ها و هرچی در زمین است. آن فرمان روای پاک از عیب را، آن پیروزمندی حکیم را. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. است الله که به میان مردم بیسواد پیامبر از خودشان فرستاد تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را پاکیزه سازد و کتاب و حکمتشان بیاموزاند، اگرچه پیش از آن در گمراهی آشکار بودند. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم و هو العزیز الحکیم. و بر گروه دیگر از بنی آدم از آنها که هنوز با آنها نپیوستند، یعنی هنوز به دنیا نآمدند، و است پیروزمند و حکیم. ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. این بخشایش الله است که بر هر که خواهد میدهد و الله را بخشایش بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال کسانی که تورات به آنها داده شده و به آن عمل نمی کنند مثل آن خر است که کتابهای را حمل می کند، یعنی می بردارد. بعد مثال است که مثال مردمی که آیات الله را دروغ می شماریدند و الله
ستمکاران را هدایت نمی کند. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای قوم یهود، هرگاه می پندارید که هر آینه شما دوستان خدا هستید، نه مردمی دیگر، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگوید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. و آنان به سبب اعمالی که پیش از این کردند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و الله به ستمکاران داناست. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو هر آینه آن مرگی که از آن می گریزد شما را حتما در خواهد یافت و سپس نزد آن دانای نهان و آشکارا برگردانیده می شود تا به کارهایی که کرده اید آگاهتان سازد. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون از آن نماز روز جمعه گفته شود به نماز بشتابید و خرید و فروش را ترک کنید اگر دانا باشد این کار چیزی که به اجرای آن دستور داده می شود برایتان بهتر است. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. و چون نماز پایان یافت از پی رزق و روزی در زمین پراکنده شود و رزق الله طلب کنید و الله را با دل و زبان بسیار یاد کنید، یعنی نه تنها در وقتهای نمازهای 5 وقته، باشد که رستگار شود. و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. و چون تجارت یا بازی بینند پراکنده می شوند و به جانب آن می روند و تو را همچنان ایستاده رها می کنند، بگو آنچه در نزد الله است از بازی و تجارت بهتر است و الله بهترین روزی دهندگان است.
به نام الله بخشاینده و مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه قرآن دستور عمل انسان، خوش آمدید میگویم هر یک شما را به برنامه مستقیم ما. و امروز من در شبکه قرآن دستور عمل انسان پیشتر نوشته بودم که ما صحبت داریم با یکی از طالب علمان و عالمان جوان و گفته بودیم که ما روزهای نزدیک با آنها صحبت‌های دایر میکنیم و به بعضی از سوال‌های شما اگر امکان داشته باشیم جواب خواهیم گفت. و سر آغاز من با ترجمه معنای چند آیت از قرآن کریم میخواستم آغاز کنم، چون عیناً میخوانم از تفسیر رویش میسر سوره آل عمران آیت 104. باید که از میان شما ای مؤمنان گروه باشند که به خیر دعوت کنند و امر به معروف، یعنی امر به معروف یعنی هر آن چیزی که خوبی آن از نظر شریعت و عقل شناخته شده است، و نهی از منکر یعنی هر آن چیزی که بدی آن از نظر شریعت و عقل دانسته شده است. نهی از منکر کنند، اینها نجات یافتگانند. و غیر از این باز در سوره آل عمران آیه 110 نیز چنین آمده است: شما ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم بهترین امت هستید از میان مردم به وجود آمده که امر به معروف و نهی از منکر میکند و به الله ایمان دارید که عملتان آن را قوی میکند. اگر اهل کتاب یعنی یهود و نصارا نیز ایمان بیاورند به مانند شما به محمد صلی الله علیه و سلم و به آنچه که آورده است از نزد الله، برایشان بهتر است در دنیا و آخرت. بعضی از آنها مؤمنند، یعنی به رسالت محمد صلی الله علیه و سلم باور میکنند، ولی بسیاریشان فاسقانند و از دین الله بیرونند. من ترجمه معنا را از رویش تفسیر میسر خواندم. تماشابینان عزیز، این لحظه در خط علاقه ما یکی از طالب علمانی ختم کرده یکی از دانشگاه های مصر عرب، عطاالله منانی، با ما قرار دارند و من این لحظه خوش آمدید میگویم. سلام علیکم. سلام و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید به برنامه ما و شما مستقیما در شبکه قرآن دستور عمل انسان در شبکه ما قرار دارید و ما و شما قبلا تصمیم گرفته بودیم که با تماشابینان ما به بعضی از سوالهایشان که چند مدت پیش برای ما سوال کرده بودند جواب گویم. و امروز یک تصمیم نو نیز گرفتیم و اگر هر کسی از شما خواسته باشد میتواند با ما در تماس باشد. یعنی رقم واتساپ ما هست و شما میتوانید به افیری مستقیم ما زنگ زنید و سوال خودتان را مستقیما دهید. و تا آن دم ما اینجا چند سوال ها آماده کردیم و به اون سوال ها انشالله که از برادر ما عطاالله منانی پاسخ میطلبیم انشالله. و اگر شما آماده باشید اینجا چند سوال ها هست و ما آغاز میکنیم تا آن دمی که باز تماشابینان ما با واسطه چت با ما سوال میگویند و همچنین با واسطه تلفن نیز مستقیما میتوانید با ما در تماس شوید، زنگ زنید، یعنی با واسطه واتساپ یا ایمو و بعضی از سوال های شما اگر جواب گفته تانیم حتما که جواب خواهیم گفت انشاءالله. و عطاالله اینجا برادر عزیز اکثریت یک سوالی عادی است تو در نظر، اما در فهمیش خیلی شاید که مشکل هم باشد. اکثریت
همگان قسمت زیادی مردم تاجیک همه میگویند که ما الحمدلله مسلمان هستیم، اما مسلمانی را تا چه اندازه همه ما درک میکنیم به الله معلوم است. و سوال اول چنین است: نیاز انسان به دین، انسان چرا به دین نیاز دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صدای من میشنوید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا خداوند یکتا را و درود و صلوات بی پایان بر حبیب ما و شما محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بار دیگر برای شما آقای عزیز و برای بینندگان علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیار سوال مهم است، بسیار سوال مهم است. البته چنانه که گفتید شاید بعضا انسان احساس نمی کند، ولی نتیجه های همون آن چیزی که شما گفتید در او دیده می شود. و اینچنین در بسیاری از کشورها امروز، علال خصوص کشورهای یا غرب باشد یا چند کشورهای حتی مسلمان نشین، فکر بیدینی بسیار منتشر شده ایستاده است، پهن شده ایستاده است و انسان میگوید این دین یک بافته باشد یا خیال باشد و انسان نیاز به آن ندارد. و این عقیده و این فکر خدا نکند که در جایهای ما پهن نشود و مردم از دین خود که فطرت انسان اصلا وقتی تولد می شود، چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کل مولود یولد علی الفطرة، هر یک مولود، هر یک طفل، هر یک کودک وقتی تولد می شود اصلا بر فطرت به دنیا می آید، یعنی مسلمان به دنیا می آید. و حتی در چندین آیت ها الله حق سبحانه و تعالی مشرکان اهل مکه را خطاب کرده میگوید که با واسطه پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر آنها را بپرسی که آنها را کی خلق کرده است، کی آفریده است، لیقولن الله، آنها میگویند که ما را الله آفریده است. و انسان چنانه که برای ما و شما معلوم است خود انسان عبارت از جسم و روح، از جسم و روح عبارت است. و وقتی جسم ما و شما نیاز به غذا است، به غذا دارد، وقتی به طعام و نوشیدن و غیره ها، یعنی نیازهای فیزیولوژی جسمی داره ما و شما، البته روح ما و شما هم نیاز به غذای خود دارد و روح ما و شما غذای خود را در دین و مقصد از دین اسلام دریافت میکند. اگر همان غذا را نگیرد، اگر روح ما و شما پژمرده میشود و میمرد، یعنی روح ما و شما یک روح مرده یا روح گرسنه و تشنه میماند. برای همین امروزها که مادیات بالای معنویات غالب آمده است، یعنی چیزهای مادی، مردم که چقدر از دین دور شوند همانقدر مادیات پرست می شوند و همین دین است که ما و شما رو کنترل می کند و روح ما و شما و جسم ما و شما غذای خود رو هر دو جانبه می گیرند. اینچنین دین اسلام و عموما دین و مقصد دین میگویم ما، منظور ما، مقصد ما دین اسلام است. دین ما و شما را از جهت قانونی هم کنترل میکند. چگونه انسان چقدر که قانونهای دنیوی سخت‌تر و زیادتر هم که باشد، وقتی انسان دیندار نیست قانون رعایت نمی کند و انسان
در جامعه‌ای که دین ندارند در آنجا جریمه ها زیاد می شود، زیاد دیده می شود. چقدر امروز ما می بینیم که جمعیت های غربی مثلا از جهت مادیات، از جهت دنیوی پیشرفتند، اما که از جهت دینی که آنها کمبودی دارند. و می بینیم که مثلا دیروز من آماری آلمان رو، گرمانیا رو دیدم که در تجاوز زنها و کودک ها یک بسیار آمار استاتیستیکی دهشتناک است. مدتی چند دقیقه یک تجاوز میشد بالای زنها و حتی کودک ها. از همون چند فایز معینش حتی نابالغ ها هستند، دخترک های نابالغ تجاوز می شود. از جهت مادیات دنیوی پیشرفته هستند اما دین ندارند. برای همین در آنجا حتی ببینید که امروز متاسفانه مثلا وقتی جامعه ما از اسلام، ما و شما چنانه که گفتید مسلمان میگوییم اما شاید این چیز حقیقت این چیز درک نمی کنیم، یا وقتی دور میشویم جنایت، همه نمود جنایت ها زیاد می شود. سال 2020 تصور کنید در تاجیکستان ما، در کشور عزیز ما 601 تا خودکشی شده است. 601 نفر خودکشی کرده اند. یعنی قریب در یک روز 2 نفر قریب خودکشی کردند و قریب نصفی از اینها زنها می باشند. نفرهایی می گویند که مثلا از جهت شاید از جهت اقتصادی فلان، اما می بینیم که همین آمار در کشورهای غربی زیادتر است. برای همین امروز ما باید حقیقت دینمان را، اسلام را بیاموزیم و به آفرنده و سازنده و خالق خود ما باید نزدیک شویم و بیشتر به الله نزدیک شویم تا اینکه این دنیا ما آباد شود، هم در این دنیا سعادتمندی این دنیا را به دست بیاریم و در نتیجه خوشنودی و رضایت الله را به دست آورده در آخرت نیز یکی از بندگان سعادتمند شویم. خیلی خوب و درست شما قید کردید و واقعا خیلی حدیث های زیاد هم در همین موضوعی که شما اخیران ذکر کردید، در موضوع به قول سویسید یا خودکشی میگویند وجود دارد و واقعا اگر کس چنانه که شما گفتید از اسلام با خبر میشد و میدونست که نتیجه اش چی میشود، حتما که البته به این گناهی بزرگ دست نمیزد. و بله بخشش یک چیز گفتنی بدم. در دور ابوبکر صدیق رضی الله عنه بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم، وقتی ابوبکر خلیفه میشوند، عمر رضی الله عنه را قاضی تعیین میکنند. خواهش میکنند که عمر رضی الله عنه را قاضی تعیین میکنند. عمر خلاصه قبول میکنند و بعد چند مدت تقریبا 1 سال، بعد 1 سال عمر رضی الله عنه نزد ابوبکر صدیق میگویند که ای خلیفه مسلمانان، امیرالمؤمنین، من منصب قاضیگی را سپاریدن میخواهم. همین قصه را چند جا من نقل کرده هستم و میپرسم که فکر شما چیست که برای چی عمر رضی الله عنه قاضیگی را گفتن که من میسپارم؟ اکثریت جواب میدهد که این قاضیگی وزنین، دشوار، عمر نخواستن که این تحمل کنند و غیره. شما چی فکر دارید؟ مثلا ذهنتان به چی میباید اکای عزیز که عمر برای چی، سببش در چی بود که قاضیگی را گفتن که من این وظیفه را میسپارم و دیگر قاضی نمیشم؟ واقعا سوال مشکل است و نمیدونم. قاضی شدن نه تنها عمر رضی الله عنه و من در خاطر دارم که اکثریت علمای گذشته نیست، انا همین سبب بود که وقتی میگفتند که وظیفه قاضیگی را به شما میسپاریم،
آنها از این وظیفه دست میکشیدند، چون عدالت کردن این کاری آسان نیست. اما عمر رضی الله عنه عادل بودند و واقعا عمر فاروق بودند. یک سبب دیگر است که عمر خود بیان میکنند، ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگن برای چی شما قاضیگی رو ترک میکنید؟ میگن آخر طول یک سال یگان شکایت نشده است. جامعه دیندار، جامعه که اسلام رو پذیرفته بود، جامعه که تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گرفته بود، این بود جامعه که عمر میگوید من برای کی قاضی شوم؟ یک منصبی که به یگان کس لازم نیست، یعنی کسی به این نیاز ندارد، به قاضی خود نیاز ندارد. الله پاک است. ببینید که چی زمان بود، چی زمانی بود که اکنون محکمه های حاضره اچیرت میگویم، نوبت در محکمه ها، بله نوبت بینید و چقدر قضیه ها و چقدر مسئله ها و چقدر جنایت ها و چقدر چیزا مقایسه کنید و چقدر زندان های نو میسازند در تمام دولت ها. زندان ها برای کی میسازند؟ برای آنهایی که شاید در راه حق هستند و سخن های حق رو میگویند. یعنی که امروز شنیدنی سخن الله و اجرا کردنی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مؤمنان مشکل شد و این واقعیت است. ولی چنانه که در عرفیت میگویند با دامن خود آفتاب را نمیپوشند و ان شاء الله که مردم خودشان تشنه‌اند. یعنی مردم ما، جوانان امروز همه تشنه آن که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها و حتی چنانه که گفتند که در گوگل وقتی که یگان چیز رو به قول پویسک میکنید، از همه نامی که زیادتر حتی گوگل یافته است، این رو دیروز برای من خودی فرزندم گفت که من در مکتب رفتم و معلم در تعجب بود. گفت وقتی که من از معلم سوال کردم، گفت که از همه نامی که سر آدما بسیار میکوبند و از همه انسانی که قانونگذار بود، انسانی که امین بود، انسانی که تمام دنیا میشناسد که در جای اول محمد صلی الله علیه و سلم است. و مردم از چه خاطر من این سخنها را گفتم؟ مردم خود تشنه‌اند که بدونند رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه انسان بودند و چه کارها را انجام میدادند و آنها نیز پیرو باشند. یعنی همه میدونند که ایدئال است. و خب تماشابینان خیلی زیاد با ما زنگ میزنند و اگر شما راضی باشید یک چند نفر رو قبول کنیم، زنگ تلفنی رو، و بعد از آن باز صحبت رو ادامه دهیم. سلام علیکم. سلام علیکم. شما رو ما میشنویم. دانیار به فکرم. بله السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در افیر مستقیم هستید، میتوانید سوالاتان رو به برادر ما توضیح دهید. ما خواستیم که مثلا در همون سوالهای جوابی که شما سوال جواب میکنین وریانتوش هم بگین، هم خیلی ما جواب بتیم میخواستیم. بله، برنامه کهود انشاءالله، برنامه کهود روز شنبه ما در نقشه داریم، پگاه میشود دانیار، و امروز ما سوال و جواب داریم با برادرمون طالب علم دانشگاه عرب و عطاالله در موضوعهای مختلف و به سوالهای بعضی شرعی تماشابینان جواب میگویند. الله برکتتون استاد. برکتتون استاد. بعد امیر هم فهمیده ان شاء الله که پگاه ساعت چند میشه؟ ان شاء الله نیت داریم ساعت 20 با وقت مسکو. الله برکتتون برای شما هم برادر عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. و این امروز تماشابینان عزیز، این افیری یک تکنیکی است، چون ما خودمون نیز باری اول میسنجیم، یک تستی است. به هر حال کوشش میکنیم که در آینده باز بهتر کنیم. خب یک سوال دیگر اینجا است، من میخوانم عیناً اگر اجازت باشد. احکام
صنعتکاری گفتند و من یک جوان دختر هستم، دانشگاه صنعتکاری را ختم کردم. میخواهم در همین ساحه کار و فعالیت کنم. آیا برای زنان و دختران در این ساحه کار کردن ممکن است از روی شریعت اسلام؟ از روی بله. ماشاءالله، بسیار بسیار یک سوالی که امروز جامعه ما نیاز به این گونه جوانها، این گونه نفرها دارد که سبحان الله بینید که ختم کردند و میخواهند که آیا درست است یا درست نیست. یعنی از این معلوم میشود که یک در دل خود چی دارند، احترام نسبت اسلام و احترام نسبت حرام و حلال و همین چیز، عیناً همین چیز متاسفانه در بین امروزه عالم میدی ما و شما خیلی کم دیده می شود، یا ما خطا نمی کنیم اگر دیده نمی شود کنیم. امروز صنعتکارای ما و اگر بهاگذاری کنید خیلی خیلی بسیار متاسف آور است. امروز می بینید که میدی ما مشغول به یک چیزهایی هستند که برای جامعه ما و شما نه فایده دارد، برعکس ضرر و زیان دارد. و البته برای همین ساحه کار کردن درست است، در اصل جایز است، ولی با شرط ها، علل خصوص برای زنها یا دخترها اگر شرط هایش را اجرا کرده توانند، در آنجا مثلا سطر باید با سطر باشند و یک نقش هایی باشد که نقش های درست باشد، نقش هایی باشد که مخالفت شریعت اسلام نباشد و یک صحنه هایی باشد که صحنه های تربیوی باشد، صحنه های هدفناک باشد. این چیز برای چی ما نیاز داریم به این چیزها و باید ما پیدا کنیم برای جامعه خود. این چیزها رو باید پیدا کنیم و بسیار نیاز داریم. از همون بیزیب شودم میگم موسورهایی که امروز، پرتوهایی که در متاسفانه میدی ما و شما تنها چیزهای پست را پیشکش تماشابینان میکنن، برای چی نه که ما این چیزها رو نقش اینها رو بیافریم و یک چیز برای تماشابینان پیشکش کرده توانیم که فایده فرزندا باشد، فایده عائله باشد، پیشروی جامعه باشد، جوانها باشد. برای همین اگر خلاصه کنیم وقتی چیزی حرام نباشد، چیز نقشی که بازی میکند یک نقش فحش نباشد، یک نقشی که در آن سطر خود را نکشاید. اگر دختر، از سوال معلوم است که دخترک هست و یک چیزهای تربیوی باشد، چیزهای آموزشی باشد، انشاءالله که جایز است. خیلی خوب، تشکر زیاد، الله جزای خیرتان دهد. و آنهایی که میخواهند در افیر ما مستقیما سوال گویند، رقم تلفن هست، میتوانید به واتساپ یا اینکه ایموی ما زنگ زنید و سوال خودتان را به برادر ما عطاالله دهید. اینجا یک سوال آمده است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک سوال داشتم درباره نماز تسبیح و نماز 4 رکعته که سنتی که پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیش از نماز عصر خفتن می‌خواندند، معلومات میدادید. نماز تسبیح در بعض حدیث ها آمده است، والله اعلم خطا نکنم حکمش حسن بود حدیثه یا حسن لغیره بود. خلاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همون حدیث آمده است که اگر توانی هر روز بخوان، اگر نتوانی در یک هفته 1 مرتبه، اگر نشود در 1 سال 1 مرتبه، نتوانی در عمرت 1 مرتبه بار بخوان گفتگی هستند. و در همون
عددهای معینی تسبیح هست. باید شما همونجا ذکر الله کنید. در قیام عددهاش عیناً حاضر در یادم نیست، 15 مراتبه در قیام بود بفکرم، 15 مراتبه در رکوع بعد از خیستن، همین خیلی مجموع. خلاصه این نسبت نماز تسبیح بود. و نسبت سنت پیش از عصر رو خفتن گفتید، این سنت غیر مؤکده است. سنت های راتبه هست در ما، سنت های راتبه یعنی مؤکده میگویند، تاکید کرده هستند پیامبر صلی الله علیه و سلام در همان سنت 2 رکعت بامداد و همون حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلام میگویند کسی که همین ها را خواند بنى الله له بیتا فی الجنه، الله برای او اگر در یک روز همون سنت های مؤکده را خواند، الله برای او خانه بنا میکند در جنت. اما سنت غیر مؤکده آمده است که پیش از گاه رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندم پیش از عصر و پیش از بعد از شام هم هست، 6 رکعت بعد از شام هم هست و اینچنین 4 رکعت پیش از خفتن هست. موافقی مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه 4 رکعت یک باره به سلام خوانده می شود. 4 رکعت میخونید یعنی در مابین التحیات میخونید میخیزید، یعنی در بین سلام نیست. این کدامش رو شما در نظر دارید؟ پیش از شام یا اینکه پیش از خفتن؟ کدامش رو در نظر دارید؟ پیش از عصر و پیش از خفتن. فهمم. خب یک نفر تماشابین ما زنگ میزنن، میخوان سوال گویند و اگر اجازت باشد پیوست میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. الحمدلله. شما در افیر مستقیم هستید، میتوانید سوال اگر داشته باشید مرحمت. ما شما را خوب گوش کردم. ما میخوام که درباره سوال جواب اگر وقت باشه جواب گردونم برای ما بهتر میشه. مرحمت، سوالی شما برادر عزیز. همه تگ ریش رو زدن در اسلام چه حکمش؟ میشنوید اتولا؟ نه شما شنیده باشید. بله، سوال دادند که پایان ریش را گرفتن یگان حکم دارد در اسلام. خواهش میکردم که یوتیوب خودتان رو خاموش میکردید، به واسطه واتساپ با ما صحبت میکردید. خب سوالتان رو فهمیدیم. حاضر انشالله اگر که امکان باشه. یک سوال دیگه. بله. پشت سر اینا پشمی هست در پشت گردن میبروید و بله. تازه میکنید. هنویش هم حکمش در اسلام چه همین بهتره؟ من میخوام که اگر این کندر باشه امیره جواب شبو کردم. خب تشکر. تشکر. خوب شده است. خوب شد. امین تشکر. دو سوال دادند. یکیش پست کردن پایان ریش و همچنین پشت سر چی یگان حکم دارد در اسلام؟ اجازه دارد اجازه ندارد؟ اولا حکم خود ریش مسئله اختلافی است. بعضی از اهل علم واجب میگویند، بعضی از اهل علم سنت میگویند و از همین چیز هم وابستگی دارد. و بعضی از صحابه ها و از عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت شده است که عبدالله ریش خود را کم کم کلته میکردند، کوتاه میکردند و گفتی خودمون کنتافکه میکردند. برای همین روایت عبدالله ابن عمر را دلیل کرده بعضی از اهل علم اجازه داده هستند که کم کم ریش را کوتاه کردن یا پست کردن جایز است. اینچنین همین حدیثی که حاضر شما گفتید این از کدام کتاب است و آورندهش کی است؟
نه برادر عزیز، این حاضر در ذهنم نیست که من کتابشو دلیلش جواب گفته نمیتونم و انشاءالله در نوارهای آینده، در پخشهای آینده انشاءالله جواب مکمل اگر چی باشد اگر جواب میگویم. انا چی گفته بودیم؟ این ریشو وابسته باز همون کانتوفکای پشت سر رو نیست سوال کردند برادری ما. موی سر عموما موی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم پره همش تازه کردگی هستند، یعنی تراشیدگی هم هستند و پست هم کردگی هستند. تنها در موی سر یک چیز منع است. نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن القزع. پیامبر صلی الله علیه وسلم از قزع من کردند، نهی کردند. قزع چی است؟ قزع در شرح همین حدیث میگویند که بعضی جایی موی گرفته، بعضی جاش موندن. حاضر بعضی پریچاسکه های بیزیب است که تشبه به غیر مسلمان ها کرده، بعضی جوان ها اینجاشه پر میگیرند یا میتراشند، قریب همین خیلی است، یعنی جدا فرق میکنند. همین چیز را قزع میگویند. اگر همین چیز نباشد دیگرش جایز است. پیامبر صلی الله علیه وسلم عموما رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر در عموم گیریم، پیامبر صلی الله علیه وسلم میگن که ان الله جمیل یحب الجمال، الله زیبا است و زیبایی را دوست می‌دارد. مادامی که یک چیز به نهی کشاد و روشن رسول الله صلی الله علیه و سلم من نکرده باشند و در عموم زیبایی داخل می‌شود. خیلی خوب. و در موردی اینجا باز همین جوابی ما را درست نفهمیدند. اکثریت سوال می‌دهند که ریش را کانتوفکا کردن ممکن است یا نه، و به این سوال گفتیم خودی حاضر جوابی عمیق نمیگوییم، چون وقتی که دلیلی قوی نباشد جواب قوی نیست، نمیشود. از این خاطر گفتند برادری ما گفتند که این موضوع یکم موضوع اختلافی است. از این خاطر عین حال شما را افسوس قانع کرده نمیتوانیم، چون اینجا باز عبدالرحمن رحمانوف نیست همین سوال را پرسیدند. و خب هر کسی که میخواهد با ما سوال خودش را مستقیم دهد میتواند به واتساپ ما، اما اینجا در زیر نوار نوشته شده است رقم، میتوانید زنگ زنید. و اینجا یک سوال دیگر آمده است، سوالی به نهایت معمولی است و پهن شده است. قرض ریبا برای توی، بلیط خریدن و غیره ها، آیا برای توی از راه پرسنت قرض گرفتن جایز است؟ سوال میپرسند. بسیار سوال مهم. در حقیقت امروز میبینید که ریبا یا همون پرسنتی که گفتیم بسیار پهن شدگی هست، بسیار پهن شدگی است و این نتیجه خوب ندارد. الله حق سبحانه و تعالی در سوره بقره بسیار یک آیتی هست که وزنین است. آیتی وزنین است، میگوید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. سوره بقره آیت 278 و 79. یعنی میگوید که ای آنهایی که ایمان آوردید، یعنی مؤمن و مسلمان هستید، شما از خداوند بترسید و ترک ریبا کنید، از ریبا دست کشید. این کنتم مؤمنین، این آخر آیت را ببینید که با گفته ایستاده است که اگر شما حقیقتا مؤمن باشید، به الله باوری داشته باشید. اینقدر تهدید، باز در دوامش باز تهدید وزنینتر از این میگوید که اگر شما ترک نکنید ریبا را، اگر ترک نکنید فاذنوا بحرب من الله، شما با الله جنگ را اعلان کرده و با پیامبرش صلی الله علیه و سلم. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم
در حدیثی که عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کردند میگویند که لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا و مؤکله و شاهدیه و کاتبه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گیرنده ربا رو و دهنده ربا رو، شاهدانش رو، حتی نویسنده اش رو پیامبر صلی الله علیه و رسول الله لعنت کرده اند. اکنون بیایید انا همینجا یک درسی زبان تاجیکی هم گذرانیم. ریبا خودش ریبا گفته پرسنت را میگویند یا که پرسنت دیگر چیز است و ریبا دیگر چیز است؟ انا همون پرسنتی که ما میگوییم انا همین ریبا است. همون ریبا، پرسنت امروز ریبا یعنی یک مبلغ میدهد و در مدت فلان وقت همون را با زیادتی برمیگرداند. انا همین ریبا است، انا همین پرسنت است. یعنی فایز جمع می شود بر مبلغی که او قرض میگیرد و این چیز دلالت میکند اگر ریبا پهن شود در یک جامعه، همون پرسنت چقدر مؤسسه های قرضدهی پرسنتی زیاد شود، شما فهمید که رحم و شفقت در همون جامعه نمانده است و مردم بیچاره شرایط اقتصادیشون خیلی وزنین شده است و قرض حسنه یافته نمیتوانند و دستگیری همدیگر کردن نمیتوانند و رو به کجا میارند؟ به پرسنت، به ریبا. این چیزی بود که عیناً در جامعه پیش از اسلام، در جامعه مشرکان همین چیز عیناً همین چیز بود که به بینوایان و بیچارگان و کمبغلان ریبا میدادند و از آنها فایز میگرفتند و میستادند و این جایز نیست و قطعاً حرام است مگر در حالتهای ضرورت. ضرورت چی است؟ یعنی انسان میمرد، به توی ضرورت به داخل نمی شود یا بلیت خریدن یا دیگر چیزها، این کارها همش حرام است. تنها انسان وقتی جانش به خطر می آید همین وقت، چنانه که ضرورت الضرورات و تبیح المحظورات، ضرورت ها چیزهای منع کرده رو به قدر حاجت اجازت داده می شود. اما امروز این گونه ضرورت من فکر می کنم که در جامعه جهانی و در جامعه معاصر نیست. این ضرورت نیست. جان شما خطر باشد، اگر توی کردن جان شما خطر به نیست، برای توی ما رویم قرض گیریم، قرض پرسنت، برای حتی تلفن خرید، برای کیمچی ها رویم ما هر یک چیز به پرسنت و این چیزها مخصوص همین چیز رو پهن میکنند تا اینکه مردم را از دین، از شریعت الله دور کنند و در مردم مهر و شفقت نماند در جامعه. بله، واقعا خیلی خوب شما جواب مکمل گفتید. از این پیش هم ما در برنامه‌های گذشته واضح و روشن در این موضوع گفته بودیم، یعنی ریبا و پرسنت و از همدیگر پول به فایده آوردن به مانند پرسنت و ریبا دیگر. خب باز خود حاضر نیز برادر ما خیلی خوب و روشن کردند و دیگر یگان سوال دیگر نمیماند، چون حتی ما ترجمه تاجیکیش را نیز گفتیم. چون بعضی ها میگویند که ریبا این شاید پرسنت نیست، پرسنت این ریبا نیست، یعنی خودشان را انسان گاهی می شود که به خاطر آن که یک آسانی پیدا کند فریب میکنند. این فریب است، این خود فریب کنی است، دیگر چیزی نیست. بله. و خوب اینجا یک سوال دادند از تماشابین ما و گفتند که در وقت نماز خواندن نیت کردن لازم است خواندن یا نه؟ یعنی منظورشان شاید نیت را با صدای بلند یا که بلند خواندن منظورشان شاید باشد. نیت کردن در همه کار ضرور است، در همه کار. انما الاعمال بالنیات، حدیثی که عمر رضی الله عنه روایت کردند و امام بخاری رحمت الله علیه کتاب صحیحشون را با همون آغاز کردند و چقدر دانشمندان بزرگ با کتاب‌های حدیث را با همین حدیث شروع کردند. البته همه عمل‌ها وابسته به نیت است. نیت کردن
در همه کارها شرط اساسی حساب می شود و شرط قبول عمل این نیت خالص از برای الله بودن همون کار است. اما محل نیت کجاست؟ ما چه خیلی نیت میکنیم؟ همه علما گفتند که محل نیت یعنی طرز درستی نیت کردن با دل است، با قلب است. محل نیت القلب، جای نیت کردن این دل است. انسان با دلش نیتش معین می شود. اما زبان که تلفظ کردن نیت شرط نیست. برعکس اگر با صدا نیت کند، نماز بمیستین، صف بمیستین، نیت کردن بگذارم یا فلان، بلند با صدای بلندتر نیت کند و آن نفری که در برش از شنود به وی خلال رساند، گناهکار می شود انسان. یعنی که بله نیت کردن همه چیز خیلی که گفتند با نیت آغاز می شود، اما نه اینکه با مثلا به زبان گرفتن و بعضی ها اکثریت وقت ما نیست همین رو اهمیت دادیم. علال خصوص جوانان علاقه می دانند این چیز را، اما کلان سالان گاهی می شود که از پیش صدایشان را ما میشنویم که چگونه نیت می کنند با صدای بلند. و این را من در مردم اروپا نیست من اهمیت دادم. بعضا می شود یعنی که آن مردم سین سالشان کلانتر شاید چنین می کنند. اما ما درست فهمیدیم، الله جزای خیرتون دهد. و یک تماشابین ما با ما زنگ زدن بیاید قبول کنیم. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همین یک سوال داشتیم. اگر اجازه داشتم. مرحمت. سوال همین خیلی شنیدیم که وقتی شب معراج حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به جنت سفر میکنن، فهمو؟ بله. در سیاره زمین دو تا روشنایی میبینن. دو تا چی میبینن؟ روشنایی. دو روشنایی میبینند. خب از بلندی روشنایی در سیاره زمین وقتی از همون فرشته ها میپرسه وای چی روشنی های؟ بله دوام دید. وای یک تاش میگن یک تاش گوی بخورو باشد، یک تاش کعبه. همین قصه ها یا دروغ یعنی خبره میخواستیم. خب تشکر. شما شنیدید سوال را؟ بله. تشکر زیاد برای سوالتان. خب ما چه میگم؟ مرحمت. در بابت اسراء و معراج سوره نازل شده است، سوره اسراء است. اسراء یعنی سیر کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مسجد الاقصی، به بیت المقدس، یا چنانه که در جای ما میگویم بیت المقدس. پیامبر صلی الله علیه و سلم از مکه به فلسطین به بیت المقدس رفتن، سپس از آنجا آسمان برآمدند. اما وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته میدهند، در روایت های مشهور این چیز نیست است. دو روشنایی رو دیدن، یک تاش با علل خصوص بخارا باشد. بسیار از همین حدیث هایی که یگان جای رو مثلا چی میکند، وصف میکند. حتی اهل داغستان میگفتند که برای داغستان چند حدیث ها آمده است. اینچنین میگویند که جبرئیل علیه السلام وقتی زبان ها رو تقسیم میکردن، داغستان به چند صد زبان پرتافتند و این روایت ها بسیارش یا ضعیف است یا بافته است. برای همین والله اعلم این روایت شاید ضعیف باشد. خب تشکر زیاد. اینجا باز یک شنونده ما خواهش کردن ما این واسه زنگ میزنیم، چون وقتی صحبت شما زنگ زدن ما نتوانستیم گوشی را برداریم، شاید سوال داشته باشند و سوال ها در چت ما نیز زیاد آمده میرسد. انشالله با اون سوال ها نیز کم کم کوشش میکنیم جواب گویم. تماشابینان عزیز میتونید سوالات نوشته کنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سوال این است که مقصد نماز ویتری واجب چند رکعت است؟
چند رکعت خوانده می شود؟ خب دیگر سوال ندارید؟ نه تمام همین. تشکر زیاد. الله از شما راضی باشد. ویتری نماز ویتر چند رکعت سوال کردند و چگونه خوانده می شود؟ اگر اینش را نیز روشنی می انداختید، چون من فکر میکنم که اکثریت می خواهند به همین سوال جواب گیرند. نماز ویتر 3 رکعت خوانده می شود و اینچنین 5 رکعت هم خوانده می شود، اینچنین 7 رکعت هم خوانده می شود، اینچنین 9 رکعت هم خوانده می شود نماز ویتر. و ویتر خود معنای ویتر طاق است، یعنی از همه کمش 3 رکعت است و از همه زیادش چنانه که گفتیم 9 رکعت است. و طرز خواندنش چنانه که در کتاب‌های فقه آمده است مانند نمازهای سنت است، چنانه که سنت میخوانید، ولی در آخرش آخران رکعت ویتر است، دعای ویتر است، دعای قنوت، ببخشید دعای قنوت است و در آخرش دعای قنوت خوانده می شود و موافق مذهب امام اعظم رحمت الله علیه پیش از رکوع خوانده می شود دعای قنوت. موافق دیگر بعضی مذهب ها بعد از رکوع دست برداشته دعای قنوت خوانده می شود. یعنی که پیش از خواندن دعای قنوت و هم رکوع می روند یا نه؟ یا اینکه چون اینجا نیست به فکرم در هر گونه مذهب هر گونه است، اما در مذهب ابو رحمت الله علیه رکوع نمی‌روید، پیش از رکوع رفتن دعای قنوت می‌خوانید، سپس بعد از دعای قنوت خواندن بعد رکوع می‌روید. یعنی که هم رکوع هم سجده می شود، هم سجود می شود، یعنی که هر دوش از این چیز کم کرده نمی شود، یا رکوع یا سجده کم کرده نمی شود. هم دعای قنوت را می خوانید با رکوع و بعدا سجده. درست فهمیدم؟ بله. بعد در بعضی جوانها دیده می شود که بعضی جوانها 1 رکعت هم می خوانند، ولی ابن حجر عسقلانی میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم تنها طاقه 1 رکعت طاقه نخواندند، بلکه پیش از همون 1 رکعت خواندن حتما 2 رکعت اول میخواندن، 2 رکعت شفع میگویند یعنی جفت، سپس 1 رکعت میخواندن، یعنی بین آنها سلام بود. تنها خود 1 رکعت رسول الله صلی الله علیه و سلم به نماز شفع یعنی به نماز جفت نخواندن. برای همین گفتیم که از همه کمش 3 رکعت گفتیم ما از همین سبب بود. یک چیزی دیگر باز اینجا میپرسند که ضرور است که دعای قنوت خوانده شود یا به دعای قنوت هم ویتر به انجام میرسد؟ دعای قنوت خواندن سنت است. خیلی خوب. خب من فکر میکنم که ما رو فهمیدن. و تماشابینان عزیز، یک خواهش داشتم که از شما احترام مانم، آنهایی که میخواهند در واتساپ سوال دهند خواهش میکردم زنگ زده سوال دهید، و چون اکثریت در چت یوتیوب نوشته میکنند و آن سوال ها از مد نظر دور نشود، چون با آنها نیست کوشش کنیم جواب گفته توانیم. از این خاطر آنهایی که در واتساپ سوال ها نوشته میکنید خواهش میکردم که بهترش اگر خواسته باشید زنگ زنید و سوالاتان رو مستقیم دهید. خب اینجا بر نمیگردیم به مسئله ریبا و پرسنتی که گفتیم، چون به نهایت روشن و واضح ما گفتیم، دیگر بر نگردیم به اون موضوع، چون اکثریت میخواهند راهی حل بیابند، یعنی که یگان عالمی پیدا شود که فتوا دهد که ریبا از بانک گرفتن درست است. اکنون من فکر میکنم که ما دیگر این را دور میمونیم، چون به نهایت روشن و واضح به ما جواب گفتند. خب اینجا سوال دادند که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اگر کاش دراز باشد پست کردن جایز است یا نه؟
خوش. بله قش. این سوال را مسافر دور از وطن دادند. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، اگر از حد طبیعی خیلی زیاد باشد، بعضی از اهل علم اجازت دادند، ولی خوب و بهترش همون نکنند. خیلی خوب. و کوتاه اگر جواب دیم انشالله که درست می شود. و اینجا سوال دادند که من راننده هستم، نماز شام را در راه چخیل خواندن در کار است، یعنی که امکانی ایستاد کردن نیست. و این سوال رو من فکر میکنم که هرگاه و در هر برنامه ما به همین مانند سوال می شود. یعنی راننده هستند، نماز شام را چگونه باید خوانند؟ امکانی در راه ایستادن نداشتند. امکانی در راه ایستادن نداشتند. یعنی امکانی در راه ایستادن، اگر مسافر باشند، یعنی مسافه‌ای که طی کرده ایستادن مسافه دور و دراز است و به مثل سفر است، بعضی از اهل علم جمع کردن نماز شام و خفتن را اجازه دادند. بعضی از اهل علم میگویم برای همین حالت به نهایت ضرور باشد میتوانند که جمع و قصر کنند اگر مسافر باشند. جواب فهم شد یا نه؟ یا چه خیلی فهم؟ من فکر میکنم که فهمیدن. یعنی که وقتی که به یک منزلشان میرسانند هم نماز شام و هم نماز خفتن را اشاره میخونند، درست؟ بله. این بعضی علما به همین اجازه دادند چون که شما گفتید. اما خیر یا دوام دادنی باشد مرحمت، باز یگان چیزی دیگر اگر باشد. بله خیلی است. اگر موافق آنهایی که اجازت ندادند و گفتند که ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، در وقتش فرض است، میتوانند که چنانه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در بالای اسب مثلا سواره نماز خواندند، یا در بالای کشتی مثلا اجازت شده است که نماز خوانند، همونجا میتونند که نمازشون بخوانند اگر راننده نباشند. خیلی سال الله علم. دیگر یک نفر دیگر شنونده با ما زنگ زدن، بیایید میشنویم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. اول برای برنامه بهترین. تشکر. اولا به سوال میگذاریم. سوال چنین است: نفری با همسر خودش گفت اگر تو فرزند به دنیا بیاری 3 طلاق. سبحان. و صدای ما خوب میاد؟ بله میشنویم. و مولای امورا گفت که 3 طلاق 1 طلاق حساب میکنه نکاح کردن و یا زندگی کرده ایشان. همین چی گونه میشود؟ چی میشه از نظر شریعت مثلا با دلایل؟ یعنی که شوهر گفت به زن که اگر که تو فرزند به دنیا بیاری من 3 طلاق کردم تو را. درست فهمیدم شما را؟ بله. اون زن فرزند به دنیا آورد. شما سوال رو فهمیدید تا؟ بله. خب تشکر. ما انشالله اگر امکان باشه جواب میگیم. سلام. این رو سبحان الله اگر امکانیت باشد به تفصیل وقت دیگر بمونه، یا در اگر رقم هاشون در شما باشد با طریق صدایی خاص برای خودشان جواب دهیم. میشه؟ بله بهتر می شود. من فکر کنم چون بله چون این موضوع نیز به نهایت موضوع نازک است و انشالله که
این بهتر می شود. من فکر میکنم که باز خوبتر می شود. و غیر از این ما تصمیم داریم که در تلگرام با برادران یک خانه مخصوص داخل تلگرام باشد، با بعضی سوال ها با دلیل ها از روی قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب میگویند. عالمان جوان جواب میگویند، آنهایی که صاحب علم هستند. و ما حتما همان نام تلگرام را در برنامه های آینده زیر نوارها میمانیم تا که شما شخصا توانید با طالب علمان، با عالمان جوان صحبت داشته باشید و به سوال هایتان جواب گیرید. و در واقع سوال ها خیلی زیاد می آید، وقتی ما نیست اینقدر زیاد نمانده است. و خب اینجا سوال دادند: السلام علیکم، جوانی که عائله دار نیست اما یک مقدار پول دارد، زکات فرض می شود؟ التماس جواب دهید. اگر مبلغشون به نصاب زکات رسیده باشد و یک سال گذرد برامون نصاب زکات، صاحب نصاب زکات شدگیشان یک سال گذرد، عائله دار هستند، عائله دار نیستند، زکات باید حتما برآورده شود، زکات فرض می شود. یعنی فرق ندارد که عائله دار هستند، عائله دار نیستند. عائله دار هستند، بی عائله هستند، فرق ندارد. نصاب زکات رسد و یک سال گذرد، بعد از به دست آوردن همون نصاب زکات مبلغ معین باید حتما زکاتش رو دهند. خب یک زنگ تلفنی دیگر قبول میکنیم. الو، سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، حضرت که پرسیم امی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم چگونه ویتری واجب خواندن نماز؟ تشکر، ما جواب میگویم انشاءالله. از روی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ویتر را چگونه خوانده اند و ما پیشتر نیز جواب گفتیم. به فکرم مشابهین ما شاید که دیرتر آمده باشند. این سوال جواب داده بود. کوتاه یک باری دیگر میگفته چون با امید زنگ زدن. چند هم 3 رکعت میخواندند، هم 5 رکعت، هم 7 رکعت، هم 11 رکعت به فکرم اگر خطا نکنم از روی حدیث ها. پیامبر صلی الله علیه و بله، یعنی تاق میخواندن 3 رکعت، 5 رکعت، سپس 7، اینچنین 9 گفتیم. و در روایتی که عایشه رضی الله عنها در صحیح بخاری روایت کردند 11 رکعت گفته هستند. بعضی از اهل علم میگن که 8 رکعتش تراویح بود، 3 رکعتش ویتر بود و هکذا. خلاصه از همه کمش 3 رکعت نماز ویتر و در آخرش 3 رکعت دعای قنوت خوانده می شود. دعای قنوت. تشکر. اینجا سوال دادند بهادر اشرف. سوال: اگر مردی که زنا کند همسرش بگوید که زنا نکن ای الله بترس، شوهر در جواب گوید نمیتونم از این کار بس کنم، همسرش در هر نمازش در حق شوهرش. من درست نفهمیدم چون اینقدر درست نوشته نکردند اینجا. اگر مردی که زنا کند همسرش بگوید که زنا نکن ای الله بترس، حتی شوهر جواب گوید نمیتون، شاید اما شوهر گوید که نمیتونم بس کنم، همسرش در هر نماز در حق شوهرش دعا میکند. انشاءالله دعا قبول میشود. انشاءالله باید زن به این خیل شوهر چه خیل رفتار کند. فکر میکنم که این سوال از زن است اما با نام مرد اینجا آمده رسیده است. سبحان الله. البته زنا یک چون که معلوم است یک فاحشه بسیار وزنین است و الله
پناه دهد از این کار بد. یعنی بغیر از دعا باید یک کاری کند که یک انجام دهد که همون شوهرش از همین کار دست کشیدن به پرده رساند. یک مثلا اینجا چند جانبه می شود که تحلیل کند انسان. مثلا از جانبی شاید کوتاهی از جانبی زن باشه، اما ما نمیگوییم فقط عیب یا همون چیز رو به بالای زن نمیمونیم، لیکن شاید یکی از سببهاش کوتاهی زن برای شوهرش باشد. چون وقتی بعد از ازدواج یک چند سال زیاد میگذرد، زنها دیگر شاید برای شوهر زندگی الکی عادی می شود و وقتی علال خصوص با فرزنددار شود اگر کم اهمیت می دهد نسبت شوهرش. درست شوهر باید صبر کند، زندگی واقعی از زندگی خیالی فرق می کند، اما اگر از جهت اجتماعی یا از جهت روانشناسی گوییم شاید باید وقتش را زیادتر برای شوهرش جدا کند و دعا کند، نصیحت کند. و باز برای همون برادر، اگر همون برادر ما شنوند یا هر نفری که به همین فاحشه بد گرفتار شده است، گفتنی هستم که تصور کنید مردی که عائله دارد، زن دارد، به زنا دست میزند، شما حکمی وی میدونید وی انسان وجود ندارد، وی باید حکمی وی کشته شدنش در کار، وی قاضی باید حکمی قتل دهد برای او. وی انسانی که عدم است، نیست، وی باید نباشد. تصور کنید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند که لا یزنی مؤمن و هو مؤمن. انسان وقتی زنا میکند ایمان از قلب او گرفته میشود، یعنی وی مؤمن نیست در حالت زناش، صفت مؤمنی از وی گرفته میشود. نعوذ بالله. اگر در همون حالت خدا نکند که وفات کند، نعوذ بالله به ایمان میرود، انسان به ایمان میرود. این خیلی وزنین است. الله پاک است و الله نگاه دارد. در واقع بعضا سوال های میشنویم که واقعا دردآور است جواب گفتن و انسان دلش ریش میسازد، چون انسان در غفلت است، در نادانی است و این نادانی وادار میکند که به یک کاری بد انسان میرود و باز در جواب شاید در بعضی حالات میگوید که از این کار دست کشیدن نمیتواند یا مشکل است. و حال آن که دلیل های خیلی و خیلی زیاد است، هم در قرآن و هم در حدیث های زیاد آمده است در موضوع زنا. الله پناه نگه دارد. و اینجا باز سوال دادند که خوش میکردم تماشابینان عزیز به رقم تلفن زنگ نزنید، چون ما در اروپا هستیم، رقم تلفن در اروپا نیست، او رقم تلفن دیگر است. با واتساپ یا اینکه ایمو اگر مشکل نباشد زنگ زنید. الله جزای خیرتان دهد. اینجا یک نفر دیگر با زنگ میزنند و سوال ها در چت ما نیز زیاده است. بیایید زنگ را قبول کنیم، کوتاه با زنگ جواب میگوییم و بعد از اون به سوال دیگر ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد یک سوال دارم. همین در مذهب بدن حتمی است؟ در مذهب بدن حتمی است یا چون است؟ خب تشکر، شما رو فهمیدم. الله جزای خیرتون باشد و شما نیست. سوال رو شنیدید؟ بله. برای انسانی که علم ندارد، برای انسان عامی، برای انسانی که تصور کنید زبان عربی نمیداند، انسانی که دلیل چی است رو نمیفهمد، انسانی که
از ابجدیات اسلام، یعنی الفبای اسلام بیخبر است. برای او مذهب یک چیز بسیار ساده، یک چیز، یک مکتب است، یک مدرسه است که احکام دینش را موافق همون تعلیم میگیرد. اما انسان اگر مجتهد باشد، انسانی که چی است از دلیل ها آگاه شده میتواند و زبان عربیش خوب است، برای این انسان مذهب شرط نیست. بیاید این مسئله های اختلافی، مسئله هایی که چی است از همون دوری جوییم بهتر است، خوب است و من نمیخوام که وارد به مسئله های اختلافی شوم. بله. و امروز ما چقدر مشکلات، قضیه هایی که داریم در جامعه یا چقدر خطاگی های وزنین و دشوار داریم که جامعه ما به یک بیماری ها گرفتار شدند که ما به این چه گویم، فکر من این است که یک بیماری های از این هم دیده وزنین تر برای اصلاح همون کوشش کنیم. امروز یعنی بسیار جامعه نیاز به ما و شما دارد و حرکت کنیم همون بیماری های برای اصلاحش، برای درست کردن اون کوشش کنیم. بله همین خیلی است. و چون بعضا برادرای اهل علم هستند، من از شما به نهایت معذرت میپرسم، چون اکثریت دانش خیلی خوب و دانش زیاد دارند، اما به خاطر فهمیدن اکنون اصلا درست نیست که و اگر من میدونم چند حدیث ها بود در این موضوع که شرم دادنی یعنی ایزا دادنی برادر مؤمن خود خوب نیست. اگر در ذهنتان باشد در کدام حدیث بود همین موضوع الله. و واقعا بعضی برادران ما به خاطر آن که یک چیزی از زبان ما آن را میخواهند بیرون کشند و آن باعثی ضرر هم به ما، هم بر خودشان، هم بر جامعه می شود. و چنانه که برادر ما الله ذکر کردن، در بعضی موضوع عقیدوی اختلافی ما اگر خودتان جوابش را میدانید دویم بار پرسیدن حاجت نیست، چون اکثریت از دانستن و خیلی کمترین از نادانی سوال میکنند. و چنانه که گفتند واقعا خودی همون اگر برگردیم به مذهب، این خود ترجمهش مکتب است دیگر. گفتید شما این را ذکر کردید. بله. الله شما راضی باشد انشاءالله که درست فهمیدید ما چی گفتن خواستیم. و اینجا یک نفر دیگر باز در علاقه ما هستند، که ها زنگ زدند. الله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام استاد عزیز، میتونید سوال کنید؟ مرحمت. استاد عزیز عضویت ما آسانی خدا. یک بار دیگر صداتون خوب نمی آید. حاضر ما این فرمان آسانی خدا هستم چی گونه توانیم تحورات کنیم؟ مثلا تو وقتی که توالت میکنیم باید پولیزار کنیم یا که توالت هم نکنیم میتوانیم که غسل کنیم. در موضوع طهارت شما سوالاتان خنک است و در خنک وقتی طهارت کردن چگونه باید طهارت کنید، درست؟ بله استاد عزیز، امکانات باشد یکان حدیثی خوب صحیح بزرده خوبی کنید. خب تشکر، شما را فهمیدیم. تشکر. علیکم السلام و رحمت الله. در جای خنک طهارت کردن و غسل کردن همین چیزی بودن بفکرم. سوالشان صداشان برای من خوب نامد. بله جایشان خنک است. پرسیدند که در جای خنک آیا طهارت کردن چگونه باید باشد؟ اگر امکانیتی گرم کردن آب نباشد یا عموما آب گرم نباشد و آب خنک باشد و جای خنک باشد، یک شرایطی که تماما به فکرم نمیدونم هست امروز، شاید در بعضی جایها باشد. اگر همین حالت باشد و استفاده بردن آب خنک همون انسان برای بیماری
برده رساند، در این حالت میتوانند که برادر تیمم کنند. و بعضی نفرها بسیار همیشه نفرها هستند که تیمم به قناعت نمیکنند، دلشون قناعت نمیکنه. چه خیلی هست که مثلا بیمار است، بیمار شدگی هست، مثلا همون استفاده بردن آب خنک برای او ضرر میکند، آب گرم ندارد، شرایط ندارد، اما در تیمم قناعت کرده نمیتونه، شاید نمازش قضا میکند، میگوید که من که شرایط پیدا کنم نماز میخونم. نه، این چنین نیست برادر. تیمم میکنی، نمازت میخونی. اگر همون چیز توی به بیماری برده رساند. یک صحابه بودن، همراه چند صحابه ها سفر میکنند و زمستان بوده است. همون میگویند وقتی جنوب میشوند میگویند که شما باید غسل کنید، با آب خنک در جای خنک غسل میکنند، بیمار میشوند و وفات میکنند. این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار غمگین میشوند و میگویند که قتلوه قتلهم الله، او را کشتند، از نادانی او را چیکار کردند؟ کشتند. و شفای نادانی چی است؟ سوال است. نمیدانستند، باید از اهل علم را پرسند. برای همین اگر همین خیل باشد حالت همون پرسنده، برادر میتوانند که تیمم کنند. تیمم با آیت نازل شده است. بله، خیلی خوب و خیلی روشن و واضح. بیایید اکنون یک چند سوال‌های کوتاه را اینجا میخوانیم. سوال دادند که اگر زن نمازخوان باشد و شوهرش بی نماز باشد زندگیشان حلال است؟ سوال. جامعه امروزی ما خیلی بسیار جهالت است، از اسلام دور هستند. دعوت میکند و نصیحت میکند، هر راه استفاده میبرند که شوهرش را باید به نماز درآورد. بله، سوالش این سوال یک جواب واضح میخواهد، ولی اما امروز انشاءالله که به این سوال جواب نمیگویم و ما چنانه که گفتیم انشاءالله ما در تلگرام وقتی سوال و جواب ها تشکیل میکنیم اونجا با دلیل ها، یعنی که عالمان یا طالب علمان واسطه میشوند تا به شما دلیل را از قرآن و حدیث های صحیح رسانند. یعنی اینها نیست، یعنی ما نیست جواب نمیگویم به سوال های شما، ما تنها کوشش میکنیم که واسطه شویم و جواب را به شما از خود داخلی کتاب الله و بعد از آن از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم از صحیح آن چیده برای شما روان کنیم تا خودتان خوانده و با خبر باشید، چون بعضی سوال ها جوابی واضح میخواهد. و اینجا علی کمالوف سوال دادند که زنی که شوهرش 3 یا 5 سال زندگانی نمی کند، طلاق نداده است زن را، آیا دوباره به شوهر برآمده میتواند؟ یعنی 3 تا 5 سال یک جای زندگی نکرده است، آیا میتواند زن دوباره شوهر کند بدون طلاق شوهر؟ اگر طلاق دو نموده است، طلاق صریح است، طلاق کنایه است. طلاق صریح شاد و روشن میگوید که طلاق حد دادم، تو طلاق هستی، طلاق کردم تو را، این طلاق است. طلاق کنایه همین است که با نیت طلاق آنها جدا میشوند، میگوید که من با تو خانه پدرت رو، عدت رو ببین و تو به من حرام هستی فلان. همین یک سخنهای میگوید که با نیت طلاق، با نیت جدا شوی. اگر با همین طرز جدا شده باشند آنها طلاق کشاد و روشن نیو، طلاق چنانه که گفتیم طلاق کنایه، طلاق با این فرامدگی است. الکه یعنی گویا که طلاق فرامده است، شرط نیست که گوید که وای من تو را طلاق داده ام، گفته با لفظ طلاق گوید. همین نیتی جدایی شد و یک چیز دلالت کرد که آنها جدا شده اند، طلاق میفراید بین آنها. اگر همین چیز شده باشد آنها جدا شده هستند و میتواند که شوهر کنند. اگر این چیز نشده باشد، مثلا بعضی سفر کرده است و هکذا، میتواند که طلاقش را طلب کند و یک نفر باید بین آنها حکم کند و
طلاق آن را طلب کند. در پیشتر قاضی و زن به قاضی مراجعت میکرد، قاضی به جای شوهرش طلاق او رو یعنی آنها رو فسخ میکرد. فسخ یعنی جدا میکرد، بین آنها جداگی میفرماد و با همین طرز میتونست دیگر شوهر کند. برای همین میتواند که مراجعت کند، بین خود یک نفر رو حکم کننده اختیار کنند و جدا کنند بین آنها. فهمو شد؟ بله درست فهمو شد انشالله. خب اینجا سوال دادند: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در روسیه هستم با پدرم. من یک مقدار مبلغ پنهان کردم با نیتی نیک، اما پدرم خبر ندارند. این یگان زیان ندارد؟ گفته پرسیدند یکی از تماشابینان ما SSR. نه با نیتی نیک باشد انشالله خیر. اگر پدرشان به همون چیز نیاز نداشته باشند انشالله باکی نیست. اگر نیاز داشته باشند و چی باشد، نفقه پدر به فرزند، وقتی فرزند بلاغت میرسد و صاحبی مال میشد، صاحبی وظیفه میشد، کار میکند و باید پدر و مادرش را نفقه کند. و اینچنین در یک حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن، جزء از حدیث پیامبر میگن که انت و مالک لابیک، تو و تمام داراییت، مال و ملک و همون چیزی که داری همش از آن پدرت هست میگن. برای همین میگوید نمیگوید، خبر میدهد خبر نمیدهد، و مال از آن پدرش است و خودی همون نفر هم از آن پدرش است، با همه دارایی و با مال و ملکش. برای همین خیلی بعضی خصوصیت ها انسان باید داشته باشد، بعضی برای نیت های خیر باشد، انشالله اجازت است. ولی چنانه که گفتیم با شرطی که پدر همون چیز به محتاج نباشه، پدر همون چیز به اینجا یک چیز دیگر آمده نشه ممکن، شاید الله اعلم اگر اونها در یک تجارت باشند، یعنی پدر و پسر شاید در یک کاری تجارت باشد و اگر فرزند یک مقدار مبلغ را به نیت نیک پنهان کرده باشد، این شاید یک چیز دیگر را میگیرد. نه این طور باشد تماما جایز نیست. اگر در یک تجارت باشند گویا همچون شریک باشند، این تماما اجازت نیست که انسان از شریک خود از همون تجارتی که با هم دارند و خیانت کند یا یک جزء مالش پنهان کند، گرچند که با نیت نیک هم که باشد. بله خب اکنون دیگر پورا شد از سوال. من فکر میکنم که دیگر سوال پیدا نمیشود در داخلی سوال. و سبحان الله، بعضی سوال ها رو خواندنش نیز مشکل است. سوال دادند، من فقط نامشان را میخوانم، نصبرانه از پیرو آمده است. السلام علیکم برادر، اگر امکانیت باشد یک جواب میدادید. با سر و فرمای دزدی نماز خواندن ممکن هست یا نه؟ یعنی به پرسش صاحبش. دزدی من خوب نفهمیدم سوال را، لیکن اگر شما فهمیده باشید جواب میگفتید. با سر و فرمای دزدی نماز خواندن ممکن هست یا نه؟ یعنی به پرسش از صاحبش. ان الله طیب و لا یقبل الا طیبا. الله پاک است و قبول نمی کند مگر پاک را، یعنی تنها پاک را قبول می کند. و اینچنین در یک باز حدیث دیگر آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که و ملبسه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. ترجمهش چنین است: و لباس او حرام است و غذای او حرام است، چگونه الله قبول کند، بپذیرد یا اجابت کند دعای او را؟ حتی دعاش قبول نمی شود. این خیلی انسانه. برای همین اگر دزدی باشد، چنانه که گفته ایستاده‌اند، دزدی باشد وای مال حرام است و با وی نماز خواندن جایز نیست، باید برگرداند به صاحبش. بله.
савол омадааст, закоти зан ва шавҳар якто аст ё ки алоҳида дар алоҳида аст? اگر زن مال خودش را داشته باشد، اگر مال مخصوص خودش علاوه زکات میبرد. بهتر است که اگر مثلا مثال میگویم، اگر باز هم به اجر و ثواب زیادتر خواهند که اجر و ثواب بگیرند، مثال شوهر $2000 دارد، زن $2000 دارد. $2000 از $2000 مثلا زکات نصاب زکات نرسیده است. اگر مال هر دوش جمع کنیم به نصاب زکات میرسد. در این هنگام هر دوش جمع میکنند و زکات میدهند. این افضل و بهتر است. فهمیدید؟ یعنی که اگر زن که کار کند، منظورتان تجارت خودش داشته باشد یا مبلغ خودش داشته باشد، در علایدگی میتواند زکات مالش خودش سپارد. ولی اما اگر که هر دو، من نمیدونم، شاید اینجا باز یک کمی نافهمی است، اگر هر دو در یک تجارت اگر باشند و در یک تجارت کار میکنند، هم زن و هم شوهر، یک باشد از همون میبرن، از همون مالشون نصاب مال رسد میبرن. من گفتگیم چنین است. مثلا زن مال خاصی خودش را دارد، شوهر مالش را دارد، پول دارد. پول شوهر نصاب زکات به نرسیده است. فهمیده؟ همون مبلغ نرسیده است. پول زن داشتگی هم همین خیلی است. لیکن هر دوش جمع کنیم نصاب میشه. بله. جمع کرده زکات دهند افضل است. مقصد من بهتر است. خیلی خوب. و به همین مانند اینجا سوال انشالله من حاضران را میخونم. اینجا چنان سوال ها زیاد است و از این رو همش رو. السلام علیکم، آیا زکات بین بوی و فقیر برابر است؟ یعنی سوالشون کمتر ناروشن‌تر است. یعنی که تا بوی و فقیر که گفتند، بوی که باشد چنانی که شما پیشتر نیز ذکر کردید به زکات رسیده باشند زکات رو میدهند، اما فقیر که باشد و مبلغش به همون مبلغ معین نمیرسد و دیگر صاحب زکات نیز نمیشود. یعنی فقیر برعکس زکات میگیرد. بله، انشالله این سوال از خب نامشان را حتی خوانده نمیشه، چلپک آمده است. خب من فکر میکنم که جواب را حتما که فهمیدن جواب چی است. یک نفر دیگر سوال داده است. السلام علیکم، ما در مسکو هستیم، نماز پیشین را با جماعت سپید نکردیم، دویم جماعت کرده خانم. شخصی گفت که دویم جماعت مکروه است، شما چی پاسخ میدهید؟ بله، بعضی اهل علم دویم جماعت مکروه گفتند یا به اجازت امام دویم جماعت برپا کردن درست نیست گفتند یا مکروه گفتند، چون که گفتیم، اما باقی ندارد. انشالله با جماعت خوانند افضل است. تشکر. از محمد سعید آمده است. زن دویم گیری زن یکم قسم تیاد که زن گرفته قسم خوری یا نه که چنین. بعضی سوالای گذشته میشه. خب اینجا حدیث ها بود در موردی در بعض حالت گفتن دروغ به فکرم جایز بود اگر خطا نکنم. نه بیاید من جواب دهم. بله. آیله
یعنی یک چیزی است که وقتی تصور کنید دویم اوله دار می شود، بگذار کشاد و روشن اگر قادر باشد کشاد و روشن چی کند گیرد، نه اینکه رستی از اوله یکمش یا فلان یا این چیزا. یعنی من اوله رو به چنین حالت تصور کرده نمیتونم که دویم اوله دار باشد و اوله یکمش بیخبر باشد، مثلا از وی نداند مثلا چه خیلی زندگی میکنه، دویم اویلش چه خیلی اویله بوده است که وی مثلا یکم اویلش بیخبر است و باید حتما یک چیزی باشد که بین آنها همدیگر فهمی، بین زن و شوهر همدیگر فهمی باشد. باید اویله یعنی مهر و محبت باشد بین آنها و فقط تنها حالتهای سخت ضرورت به، یعنی که شما گفتگی حالت همون دروغ جایز است، یعنی جنگ کلان می شود بسیار چی می شود، این حالت به می شود که بعضا انسان چی کند دروغ باید، نه که این قاعده زندگی ما و شما همین باشد. این بعضا حاضر مثلا میگوید که پیامبر صلی الله علیه و اجازه داده‌اند همین حالت به مثلا دروغ برای زنش، این سخن میگن قاعده حیاتشون قاعده زندگیشون از زن به دروغ گفتن جایز بوده است، درست بوده است. کی اجازه داده است؟ پیامبر صلی الله علیه و حیات یعنی بر این بنا نمی شود برادر عزیز، باید همدیگر فهمی باشد، باید گشاد و روشن گفته گفت چه مرد است که از اولش و شب تماشابینان عزیز افیری ما مستقیم است، لایک مانید زیر نوار، من فراموش کردم نگفتم امروز لایک مانید تا که دیگران نیست تماشا کنند، تا که دیگران نیست پیوست شوند. واقعا درست گفته در حالت مقرری، چنانه که اطلاع گفتند در حالت مقرری باید که زن را آگاه کنید و زن باید با خبر باشد، این بهتر است. و خب اینجا یک سوال رو چندین مراتبه نوشته کردند، زکات مال را آیا زن از مال خودش به پدر و مادرش دهد می شود؟ زن پدر و مادر خودش بله اجازت است، جایز است که به پدر و مادرش دهد، چون یعنی زکات برای که یک قاعده میگویم، یک قاعده همین است که هر نفری که نفقه او بالای گردن شما واجب نیست، نفقه کردنتان، شما میتونید زکاتتان به همون نفر دهید. برای زن نفقه پدر و مادرش واجب نیست، برای همین وی میتواند که پدر و مادر خودش به زکات مالش دهد. یعنی که زکات مال خودش را زن میتواند به پدر و مادر خودش دهد، هرچند که اگر باز پورتر کنیم، اگر گاهی می شود که زن کمک پولی به پدر و مادرش روان میکند ماه یک مرتبه یا 2 ماه یک مرتبه، یعنی که این معنای آن را دارد که پدر و مادر پیشتر از این هم یعنی که نیاز داشتند به کمک از جانب دختر، یعنی دختری خود، و دختری خود گاه مثلا در مهاجرت است مبلغ روان میکند و باز میپرسد که باز علاوه بر این آیا امکانی دادن زکات مالم را به پدر مادرم دارم یا نه؟ بله. آن کمک پولی هایی که میدهد دختر یا همون زن و همچون وظیفه او نیست، و یعنی خیرات همچون خیرات کرده ایستاده است، همچون کمک کرده ایستاده است برای پدر و مادرش، و زکاتش دیگر است، این دیگر است. برای همین چنانه که گفتیم نفقه پدر و مادر کردن دختر به نیست، میتواند که دختر زکاتش را دهد. خیلی خوب، روشن شد، تشکر زیاد، الله شما راضی باشد. سوال دادند اینجا که امید بابوبکوف، نکاح صحبت تلفنی جایز هست؟ امروز به نهایت معمول شده است با واسطه تلفن با هم نکاح میکنند و بعد از آن صحبت میکنند، جوان با
دختر و اگر دلیل باشد به همین چیز و اگر نباشد شاید در برنامه های آینده جواب گویم. مرحمت. انشاءالله. مختصرا بگیم اگر نکاح شده باشد اگر می شود که صحبت کنم. نکاح با واسطه تلفن، یعنی که از واتساپ به واتساپ زنگ زدن ویدیویی، ملا از طرف دیگر از تاجیکستان نشسته است، در روسیه داماد شونده نشسته است و با هم نکاح کردند، یعنی این را منظورشان. نکاح با واسطه آنلاینی، تلفن یا واتساپ. بله، نکاح یعنی نکاح آنلاینی اگر شاهد باشد، شاهد بین آنها باشد، می شود که نکاح کنند. و من بسیار شنیدم به همین گونه موضوع ها نکاح را با واسطه تلفن کردند و برای باز بخطری بعضیشان دلشان که دیگر درد میکند وقتی که باز زنی خودشان بر روسیه که باز آمد دوباره باز نکاح میکنند. انشاءالله باشد برای اطمینان قلبشان، برای جواب پره خواهند. انشاءالله صحبت های آینده جواب پره میدهیم یا خاص برای خودشان جواب پره میدهیم انشاءالله. خوب است. یک سوال دیگر رو اینجا میگوییم و بعد از آن انشاءالله جنبست میکنیم. سوال ها زیاد است اما شاید که به همه سوال ها امروز در این برنامه شاید جواب گفتن نتوانیم. خب فرزندم هر روز از من خواهش میکند که برایش تلفن بخرم، چی توصیه میدهید؟ آیا برایش تلفن خریده دهم؟ واقعا یک بسیار امروز همین بیماری گوییم. اصلا باید آداب تلفنداری مثلا آگاه باشد، آداب تلفنداری آگاه باشد، یک سنی رسیده باشد که فرزندش سنی بلوغ باشد، سنی که تمییز یعنی جدا کرده تواند از نیک بد را، از بد نیک را، خوب و بد را جدا کرده تواند. و در فرزندایی که نابالغند، فرزندایی که یا در حالت بلاغت رسی هستند، نورس هستند، برای اینها، برای هر یک عاقل معلوم است که چقدر ضررهای زیاد دارد این تلفن، چقدر امروز جامعه با واسطه هر تلفن هایی که امروز هست به واسطه به اینترنت داخل شدنش خیلی آسان شده است و از همین سبب چقدر امروز به آدابی و آدابی همین تلفن، آدابی صحبت کردن، آدابی استفاده بری همین چیز دیده نمی شود و جامعه ما امروز خیلی از همین ضرر دیده هست. برای همین من پدر و مادرای بسیار خواهش میکنم که برای نورسا، برای کودکا تلفن باشد، پلانشت باشد، این چیزها خیلی خطرش جدی است، جدی است. حتی تصور کنید دیروز خواندم به نزدیکی حتی بیماری هم بوده است که بیماری گرفتاری بر تلفن و بر اینترنت، زویسمست اینترنت، یعنی به همین چیز گرفتار می شود و انسان نرکمن میگویم که جای خودمون نرکمن بالای همین چیز گرفتار می شود. گرفتاری و به همین نمیتوند الکی خودش رو یک چیزش کم بود، همین خیلی چیز احساس میکند. برای همین خیلی کنترل سخت در کار برای فرزندا. امروز متاسفانه بعضی پدرها یا بعضی والدین گوییم میشود که جای خدا ما یا عموما تلفن هدیه برای زادروزش باشد یا برای تو فلان کار اجرا کن یا مثلا مکتب ختم کرده یا فلان کار کرده، من برای تو تلفن گرفته میدم یا مدل فلانش رو یا اینش رو یا ویش رو. چقدر
وسیله های اجتماعی هستند که فیسبوک و دیگر نام هر یکش نمیگیریم. امروز حتی بسته های اینترنتی هست، اینترنت پکیت ها هست که به یک مبلغی کم میگیرن بچه ها تمام وسایل اجتماعی رایگان است. یعنی اینترنت پکیت در همون بسته اینترنتیشون همون چیز داخل می شود و بیز لیمیت است، می تواند 24 ساعت فیسبوک و چت و دیگر. از همین سبب متاسفانه جامعه جوانها ویران شده ایستادند. بله بسیار این چیز خطرناک است. ما باید حفظ کنیم آنها، نگوییم که فلان همسینفاش دارد یا این چیز یک چیزی گویا این چیز نداشته باشد یک عقیب مانده حساب می شود یا این یا فلان یا بیسمدان. باید خوشرو پدر و مادر مسئولیتشان درک کنند، فهمند